فقط دروغ میگن. کجا بودی شما؟ ما دبی بودیم، فقط دروغ میگن. شما دیدید دنیا چه پیشرفتایی کرده؟ اونا ما داریم، ما آزادی داریم، ما همه چی داریم. چی هست که ما نداشته باشیم؟ ما ساحل جمهوری نداریم. ما برج خلیفه نداریم. ببین اونایی که میخوان انقلاب کنن آرزو دارن این خاکو ببینن، گیر افتادن، آوارن. دبی دیپورت میشین ها؟ دبی تموم شد، همه جا تموم شد. ایران همه جا داریم تو ایران. دبی میخوایم چیکار؟ کشوری که دمش گرم خیلی کمک کرد، خیلی شرایط به همه ایرانیان پناه داد، جا داد، کار داد، ولی دیگه نداریم. حتی میخواد ایران رو دشمن خودش حساب کنه. چی فکر کرده؟ شما ایران به امارات موشک میزنه ناراحت نمیشین؟ نه. برای چی ناراحت بشیم؟ چرا؟ خواهرم اونجاست، خیلی قصه میخورم، ولی خواهرم از اونجا میره، باید بره. اسرائیل میگه مسئولی نمیزنم، پس چرا اینقدر داره میزنه؟ حتما نظامی‌ها رفتن اونجا. نظامی‌ها رفتن اونجا، شب میزد. چرا مدرسه رو صبح زد؟ اونو گفت خودتون زدید. خودمون زدیم. اگه خودمون بچه‌ها رو زدیم چرا جاوید نشدن؟ اگه ما زدیم چرا جاوید نام نشدن؟ چرا پشت اون بچه‌ها در نیومدن؟ میخواد شاهزاده بیاد آزادی بیاره. آزادی، ما آزادیم خانم. ما آزاد نیستیم، ما آزادیم، ما خیلی آزادیم. آزادی بیشتر از این